قربان یه عده رو پیدا کردیم زیر خط فقر. مطمئنی؟ بله قربان. سریع هم بهشون کارت دعوت بدید. آریانو بفرستید دنبالش. بله قربان. سلام آقا. سلام. دوست دارید با همه بازی انجام بدیم؟ تو یکی دیگر مسخره کن. من جدی هستم. قلابیه؟ تا الان داکشی بازی کردی؟ نه. این پول جایزه برنده شدن یه دونه شما تو بازی داکشی. اگه شما برنده بشین من بشم. در غیر این صورت شما برنده بشین. مشکلی پیش اومده؟ میدونی من چرا میزنی؟ مشکلی نیست. شما هزینه رو الان با بدنتون پرداخت کردید. یه بار دیگه بازی میکنیم پس. دیدی تونستم. بازیکنان عزیز بعد از وارد شدن به زمین مسابقه پشت خط سفید بایستید و منتظر دستورالعمل‌ها باشید. اولین مسابقه به این ترتیب می باشد. قرار بازی چراغ سبز چراغ قرمز را انجام بدین. با اعلام چراغ سبز شما مجاز به حرکت هستید و با اعلام چراغ قرمز بایستید. اگر حرکتتون بعد از اون تشخیص داده شد حذف خواهید شد. من رد شده بودم. بازیکن شماره 207 از بازی حذف شد. خیلی راحت باشه مثل اینکه ما بتونیم ردش کنیم. ما بشین بچه هر کی اجازه بشینه. مثل اینکه میخوای چیزی پخش کنه. بشین سر جای خودتون. آدیا تو به اینجا بشین. آدیا کجا بود جا؟ بشین اونجا. تو هم اینجا بشین. به نظر ولی پیش هم باشید. احتمالاً این بازی ممکنه خیلی خطرناک باشه. بشین پیش هم.
بابا من همین الان داشتم فوت میکنه. چرا؟ چی شدی مگه؟ بازیکن شماره 456 پذیرفته شد. منو در بردم. برم. بازیکن شماره 240 پذیرفته شد. تمام کردم. بازیکن شماره 201 پذیرفته شد. بازیکن شماره 67 حذف شد. بازیکنان لطفاً به سمت استراحتگاه خود بروید. احتمالا این بازی راحت باشه، یه زمین داره. بازیکنان به بازی سوم خوش آمدید. بازی سوم لیلی. در این بازی شما تنها مجاز به استفاده از یک پا هستید و اگر دو پای خودتون رو روی زمین بگذارید یا پاتون روی خط بره از دور مسابقه حذف خواهید شد و اگر در زمان مشخص شده این بازی رو به اتمام برسونید از این مرحله عبور خواهید کرد. بازیکن 201 آماده برای شروع. حرکت. بازیکن شماره 201 پذیرفته شد. بازیکن 456 آماده برای شروع. حرکت. بازیکن شماره 456 پذیرفته شد. بازیکن 240 حرکت. بازیکن شماره 240 از بازی حذف شد.
تو شروع کن من حس میزنم اوکی زوج حدس بزن فرد فرد لعنت زوج همه تیلاشو بهم میده 5 نشنوه 1 2 3 4 5 6 تو خوبه همه 10 11 تا بگیرم ازش همه تیلاش میاد سمت من خب این سری میخوام چکست بدم این زوج فرد فرد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 زوج ببین گرزنی کرد نه بازیکن شماره 201 از بازی حذف شد. بازیکن شماره 456 برنده شد. جسدها رو جمع کنید. خودم باید برم سراغ 456. تبریک بهت میگم شماره 456. تو کی هستی؟ چرا این کار رو با ما کردی؟ خیلی برام مهمه که اینو بدونی که من کیم. عوضی قربان بازیکن برنده کشته شد. جمعش کنید.